یه عصر گرم تابستونی توی لندن بود. دو تا خواهر به نام بیبا هنری و نیکول اسمالمن برای جشن تولد بیبا با هم به یه پارک رفتن. اما خبر نداشتن که یه قاتل بیرحم مدتی دنبالشونه و همون حوالی بین درختا کمین کرده تا نقشه شومش رو اجرا کنه. اتفاقی که بعد از مرگ این دو زن افتاد باعث شد این پرونده سر زبونا بیفته و به خبر اول روزنامه ها تبدیل بشه. پلیسایی که وظیفه‌شون حفاظت از اجساد این دو زن بود درست برعکس عمل کردن. اونا نه تنها به وظیفه‌شون عمل نکردن بلکه از پیکر این دو تا خواهر عکس گرفتن و توی گروه‌های خودشون پخش کردن. حتی چیزایی که پشت سر این زنا گفتن به مراتب زشتر و ناراحت کننده ترم بود. سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مهرنوشم و قراره با هم سری بزنیم به پرونده های جنایی واقعی و امروز میریم به لندن. و قبل از اینکه پرونده رو شروع کنیم اگه یادتون رفته سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم روشن کنین تا هیچ کدوم از پرونده ها رو از دست ندید. خب پرونده‌ای که امروز میخوایم دربارش حرف بزنیم مربوط به بیبا هنری و نیکول اسمالمنه. ماجرا توی شمال غربی لندن و در تابستون سال 2020 اتفاق افتاده. دقیق تر بخوام بگم 5 ژوئن همون سال، یعنی 2020. اون روز تولد 46 سالگی بیبا هنری بود. یه روز آفتابی و قشنگ. برای همین تصمیم گرفتن جشن تولدش رو توی پارک فرایند کانتری که توی شمال غربی لندن قرار داره برگزار کنن. بیبا قرار بود همراه چند تا از دوستا و اعضای خانواده‌اش به اون پارک بره. تعدادشون خیلی زیاد نبود ولی جمع کوچیک و صمیمی بودن. یکی از اونها نیکول اسمالمن بود، خواهر ناتنی بیبا. بین این دوتا خواهر 19 سال اختلاف سن وجود داشت. نیکول 27 ساله بود و بیبا تازه 46 سالش شده بود. با این حال خیلی به هم نزدیک بودن. درست مثل بهترین دوستای صمیمی. اون موقع نیکول دانشجوی دانشگاهی بود که نزدیک محل زندگی بیبا قرار داشت. خب چون بیبا یه اتاق اضافه هم داشت به نیکول گفتش که بیا پیش من، بیا با هم دیگه زندگی کنیم. و به این ترتیب رابطهشون از همیشه هم نزدیکتر شده بود. ماجرا توی ژوئن 2020 اتفاق افتاد، زمانی که انگلیس تازه داشت از محدودیت‌های کرونایی خارج می‌شد. دیگه قرنطینه کامل نبود ولی شرایط هنوز کاملا هم عادی نشده بود. اون موقع یعنی تابستون 2020 شرایط توی بریتانیا یه مقدار فرق می‌کرد. ویروس کرونا همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده بود. دولت همون زمان فکر می‌کرد یا دست کم میگفت که اوضاع داره بهتر میشه و کم کم میشه به زندگی عادی برگشت. دیگه مثل قبل همه رو یکجا توی خونه نگه نمی داشتن. بلکه میگفتن که خب با همدیگه گروه کوچیک بشیم، میتونیم با همدیگه بیرون بریم. حتی یه طرحی هم راه انداخته بودن به اسم بیرون غذا بخور تا کمک کنی، که مردم رو تشویق کنن که توی رستوران غذا بخورن تا یه کمی دوباره اقتصاد جون بگیره. که خب نتیجهش این شد که ویروس دوباره شدت گرفت و همه چیز دوباره به عقب برگشت. همین باعث شد بعداً دوباره چند بار دیگه قرنطینه اعمال بشه. ولی به هر حال توی همون تابستون 2020 فقط یه دوره قرنطینه پشت سر گذاشته شده بود و مردم اجازه داشتن با گروه‌های کوچیک بیرون برن و با همدیگه کم خوش بگذرونن. فکر کنم محدودیت 6 نفر یا کمتر بود و حتما باید توی فضای باز جمع می شدن و فاصله اجتماعی رو هم رعایت می کردن. با اینکه هنوز محدودیت ها وجود داشت مردم حس آزادی بیشتری می کردن و خب انرژی اون تابستون توی لندن و کلا توی بریتانیا فوق‌العاده بود. همه خوشحال بودن که دوباره میتونستن بیرون برن و با همدیگه جمع بشن و اون تابستون هم با اون موج گرمای شدیدش که با خودش آورده بود حس و حال خوبی برای مردم آورده بود. برای همین خیلی سر از پارک‌ها در آورده بودن و یکیشون هم بیبا هنری بود. خیلی خوشحال بود که میتونست توی روز تولدش بیرون بره و با عزیزانش یه زمانی رو با هم دیگه بگذرونن و اینکه جشن تولدش رو اونجا بگیره خیلی خوشحال بود. نیکول و گروه کوچیکشون حدود ساعت 8 شب توی پارک فرانت کانتری جمع شدن. دمدمای غروب بود و آسمون هم یه رنگ طلایی قشنگ به خودش گرفته بود و یه تولد کوچیک و دوست داشتنی گرفته بودن. گروه یه جورایی مثل یه پیکنیک با هم دیگه جمع شده بودن. پتوی خودشون رو پهن کرده بودن، از خونهشون خوراکی، پتوی اضافی و دوربین آورده بودن
و واقعا داشتن یه مهمونی تولد کوچیک رو دور هم برگزار میکردن. تمام شب بیدار موندن، خندیدن، داستان تعریف کردن، خوراکی و نوشیدنی خوردن و وقتی میگم نوشیدنی دقیقا معلوم نیست که چی بود، اما مطمئنم یه مقدار مشروب هم بوده. تا به خودشون اومدن ساعتها گذشته بود و کم کم نیمه شب شد. همه مهمونا کم کم خدافزی کردن و رفتن و حالا فقط بیبا و نیکول مونده بودن و حتی مردم زیادی هم تو پارک نبودن. اونا یه رشته چراغ تزیینی بزرگ هم آورده بودن، تابلو تولد زده بودن و جوری بود که چراغا توی تاریکی خیلی برق می‌زد و خیلی خوشحال بودن از این وضعیت. با این چراغا از خودشون عکس می‌گرفتن و واقعا بهترین لحظات رو با همدیگه داشتن. اما چیزی که نمیدونستن این بود که در همون شب تولد بیبا کسی اونا رو زیر نظر داشت. صبح روز بعد دوست پسر نیکول از خواب بیدار شد و دید که اون سمت تخت خالیه. نیکول شب به خونه برنگشته بود و خب دوست پسرش تلفنشو چک کرد و حتی یه پیام نفرستاده بود. آخرین پیامی که فرستاده بود از شب قبل بود که گفته بود من توی پارک دارم میرقصم و خیلی خوبه. از اون به بعد دیگه هیچ خبری ازش نبود و وقتی دوست پسری سعی کرد که تماس بگیره تلفنش مستقیم رفت روی صندوق صوتی. دوباره سعی کرد با خواهرش تماس بگیره، بیبا هنری، ولی اونم رفت رو صندوق صوتی. بعدش دوباره سعی کرد به دوباره نیکول تماس بگیره ولی تلفنش خاموش بود. یا باتریش تموم شده بود یا عمدن خاموش کرده بودن. و هنوز موقعیتشون از طریق گوشی مشخص نبود که کجان. پس عملاً به بنبست رسید. اون شروع کرد به تماس گرفتن با همه دوستا و اعضای خانوادهشون که ازشون بپرسه یا کسی از شب قبل خبر داره که اون کجاست. ولی هیچ کس هیچ خبری نداشت و برخلاف انتظار هر دو خواهر در دسترس نبودن. این اصلا نرمال نبود چون معمولا نیکول خیلی منظم با دوست پسرش تماس میگیره و اینکه رفت آمدش رو بهش میگفت که کی میره کی برمیگرده. خانواده‌اش سعی میکردن زیاد نگران نشن. بالاخره هر دو تا زن بالغ بودن و مستقل بودن و احتمال داشت فقط یه ماجراجوی کوچیک رفته باشن. یعنی روز بعد از تولد بیبا. پس شاید اون شب بیرون رفته باشن و یادشون رفته بود که به کسی پیام بدن یا تلفنشون خاموش شده باشه و خودشون هم هنوز داشتن خوش میگذروندن. خانواده دوتا خواهر همچنان تلاش میکردن مثبت فکر کنن و مدام با تلفناشون سعی میکردن که باشون تماس بگیرن. پیامک میدادن و زنگ میزدن اما بازم تلفن مستقیم میرفت روی صندوق صوتیش. حتی وقتی رفتن به آپارتمان بیبا که نه بیبا بود و نه نیکول. با همه دوستاش، همکاراشون و اعضای خانواده صحبت کردن ولی هیچ کس خبری ازشون نداشت. هیچ کس اونا رو ندیده بود و به خونه کسی هم نرفته بودن. در واقع اون لحظه هر دو خواهر کاملا ناپدید شده بودن. توضیح منطقی کمی باقی مونده بود که اونا کجان. از وقتی که از خواب بیدار شدن و فهمیدن خبری ازشون نیست و کل روز گم شدن همه امیدوار بودن که شاید فقط یه سوء تفاهم باشه و اون شب بیبا و نیکول فقط میخواستن یه به خونه برگردن و بگن اوه ببخشید تلفنمون خاموش شده بود و ما فقط داشتیم خوش میگذروندیم. داشتن به اینا فکر میکردن. اما حدود ساعت 9 شب روز بعد و تقریبا 22 ساعت گذشته بود که هیچ کس خبری از بیبا و نیکول نداشت. مشخص بود که یه مشکل جدی پیش اومده. مادرشون مینا حسابی نگران و مضطرب بود. هر دو دخترشون همزمان گم شده بودن و همه جور فکر وحشتناکی تو ذهنش میچرخید که آیا دخترها آسیب دیدن؟ آیا تو بیمارستانن؟ آیا راه خونه رو گم کردن؟ که خیلی بعیده. تلفناشون خاموش بود و نمیشد مسیرشون رو پیدا کرد. شاید فقط داشتن سعی میکردن شب رو به سلامت به خونه برسونن. به همین رو داشت فکر میکرد. و در نهایت خانوادهشون با پلیس تماس گرفتن و گم شدن بیبا و نیکول رو گزارش دادن. مینا تا جایی که میتونست مادرشون عکس‌ها و اطلاعات مربوط به آخرین مکانها رو و زمانی که تو پارک بودن رو در اختیار پلیس گذاشت. تحقیقاتشون رو شروع کردن اما به طرز عجیبی حتی چند روز اول به پارک سرم نزدن. آخرین مکانی که دخترها دیده شده بودن همون پارک بود و باید اولین جایی که چک میکرد پلیس و جستجو رو شروع میکرد همون پارک می بود اما این اتفاق نیفتاد. به نظر می رسید که چون هوا تاریک بود بررسی پارک تا روز بعد به تعویق افتاده باشه. صبح روز بعد که وقت شروع جستجو رسید و هنوز کاری هم انجام نداده بودن خانواده خیلی نگران بودن. پلیس میگفت روی موضوع کار میکنه اما هیچ کاری نمیکرد
و هیچی خوب پیش نمیرفت. مادر دخترها مینا از همون ابتدا احساس ناامیدی میکرد. اون فکر میکرد که پلیس بهشون کمک نمیکنه و یه جوری شک داشت که شاید به دلیل رنگ پوستشون توجه کافی صورت نمیگیره. مینا یه زن سیاه‌پوستی بود و 2 دخترش رو گم کرده بود. اون احساس میکرد اکثر افسرهای پلیس سفیدپوست نمیخواستن حرفش رو جدی بگیرن و به پرونده دخترها به اندازه کافی اهمیت نمیدادن. تمام خانواده از اینکه پلیس به پرونده سرعت عمل کافی نداشت خیلی ناامید بودن و کلافه بودن. بنابراین تصمیم گرفتن خودشون یه کاری بکنن. اگر پلیس پارک رو جستجو نمیکرد اون روز عملاً تموم میشد و هیچ کاری نکرده بودن. اونا کل صبح مشغول درست کردن پوسترایی برای گم شدن بیبا و نیکول بودن و اینکه اونا رو توی فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی پخش کنن و تلاش میکردن تا جای ممکن توی لندن دیده بشن که شاید کسی سرنخی داشته باشه. تو همین حین فکر میکردن که مطمئنا پلیس اون روز پارک رو حتما میگرده و یه خبری میده. اما وقتی متوجه شدن هنوز پارک بررسی نشده بود، بعد از ظهر همون روز خانواده و چند نفر از دوستانی که شب قبل توی جشن تولد بودن به پارک رفتن و اونجا رو گشتن. مینا قبلا با همه بیمارستانهای منطقه هم تماس گرفته بود و پرسیده بود که آیا پرونده از بیبا دارن یا نه. هیچ کدوم از دخترها بستری نشده بودن. بنابراین در همون مرحله منطقی ترین کاری که میشد انجام بشه جستجوی خود پارک بود. اونا یه گروه جستجو تشکیل دادن و شامل چند نفر از مهمونای شب قبل که چون این افراد دقیقاً میدونستن مکان جشن تولد کجا بوده و کجا پیکنیک کردن و با همدیگه رفتن پارک. وقتی رسیدن هیچ اثری از بیبا و نیکول یا حتی وسایل شخصیشون هم نبود. وسایلی که با خودشون آورده بودن، پتو، هوسن، چراغای تزئینی، کیف‌ها و هر چیز دیگه که با خودشون آورده بودن همه جمع شده بود و انگار کامل برگشته بودن رفته بودن خونه. این باعث شد که خانواده فکر کنه که شاید دخترها واقعا پارک رو ترک کردن و بعد از اون یه اتفاقی افتاده براشون. اونا شروع کردن به گشتن توی چمنا و بوته‌ها و بالاخره یه چیزی پیدا کردن. عینک آفتابی بیبا. چیزی که اون هیچ وقت بدون اون جایی نمیرفت، حتی تو روز ابری. این پیدا شدن عینک لزوما به معنای اتفاق بدی نبود، اما برای خانواده خیلی عجیب بود. چون بقیه وسایل کامل جمع شده بود و فقط عینک جا مونده بود. احساس کردن که اوضاع یه جورایی درست نیست. ولی گروه جستجو کارشون رو ادامه دادن و خیلی سریع اون چیزی که ازش فرار میکردن و نمیخواستن ببینن و دیدن. یه چاقوی بزرگ روی چمن که در فاصله چند متری همون جایی که کمپ کرده بودن پیدا شد. تمام امیدشون برای اینکه اونا رو زنده پیدا کنن از بین رفت. خانواده از قبلم به بدترین حالتش فکر میکردن ولی حالا داشت کاملا واقعی میشد. همونطور که خانواده و دوستان اونجا ایستاده بودن و موضوع رو واسه خودشون حلاجی میکردن، ترس و وحشت اولیه خیلی سریع به خشم نسبت به پلیس تبدیل شد. اگه پلیس فقط همون روز اول پارک رو میگشت احتمالاً این چاقو رو پیدا میکرد. واقعیت این بود که خانواده‌ها مجبور شدن خودشون دست به کار بشن و چیزی که شبیه سلاح قتل بود رو پیدا کنن. در واقع دوست پسر نیکول بود که اون رو پیدا کرد. بعد از پیدا کردن چاقو خانواده با 999 تماس گرفت و اپراتور بهشون گفت که همه جستجو رو متوقف کنین و به چیزی دست نزنین و منتظر باشین که پلیس بیاد. اما خانواده‌شون گوش نکرد. تا اون لحظه تنها پیشرفتی که به دست آورده بودن گشتن خودشون بود و تصمیم گرفتن که ادامه بدن. دوست پسر نیکول یک کمی از گروه فاصله گرفت و به یه جنگل کوچیکی کنار محل پیکنیک بود رفت. داشت زمین و بوته‌ها رو زیر رو می‌کرد که یهو اعضای گروه صدای فریاد اون رو شنیدن و فهمیدن که چیزی که نباید پیدا بشه شد. همه سمتش دویدن و دیدن که اون یه جایی وایستاده و همینطور داره گریه میکنه و به یه چیزی اشاره میکنه. جسد 2 دخترها، بیبا و نیکول، کنار همدیگه روی زمین افتاده بودن، غرق در خون و نحوه مرگشون هم که مشخص بود. هر دو پر از زخمای چاقو بودن که عمدتاً روی شکم بود. اما نیکول علاوه بر اینکه روی شکمش باشه، بریدگی‌ها و خراشایی هم روی بازوهاش هم داشت. انگار واقعا با قاتلش مبارزه کرده بود. چاقویی که دوست پسر نیکول پیدا کرده بود احتمال زیاد همون سلاح قتل بود. نه تنها سلاح قتل رو خودشون پیدا کردن بلکه اجساد هم خودشون پیدا کردن.
نیکولس مالمن 27 ساله و بیبا هنری 46 ساله شب تولد بیبا در پارک فرانک کانتری با ضربات چاقو کشته شدند. این بخش از پرونده واقعا اذیت کننده است. فکر کنین تولد شادی باشه که آخرش با یه حمله وحشیانه به پایان میرسه. وقتی پلیس 2 روز بعد به پارک رسید، پرونده از یک جستجوی ناپدید شدن ساده به یک قتل دوگانه تبدیل شد. خبرهای مربوط به این قتل خیلی سریع به سراسر لندن پخش شد و هیچکس نمیتونست باور کنه که چه اتفاقی افتاده. بیبا هنری مددکار اجتماعی بود، پرشور و سرزنده بود. مادرشون رو اسپیتفایر صدا میزد. منظورش این بود که اون یه شخصیت پر انرژی و سرزنده و شجاع داشت. کسی که هیچ وقت از مواجهه با مشکلات نمیترسید و همیشه با اعتماد به نفس بالا و شور زندگی در جمع حاضر میشد. و همیشه مهربون و خوش برخورد بود. و همچنین نیکولس مالمن هم عکاس آزاد و خلاقی بود. فوق‌العاده هنرمند و با روحیه آزاد بود. هر دو به عنوان افرادی شاد، خوش برخورد و محترم شناخته می شدن. و مرگشون یه اتفاق واقعا تلخی برای خانواده‌شون بود. صحنه جرم با نوار بسته شد و تیم پزشکی قانونی اومد تا قبل از انتقال اجساد برای کالبدچکافی نمونه برداری انجام بده. اما اینجا باید کمی از پرونده فاصله بگیرم و به یه بخش خیلی تلخ اشاره کنم. رفتار 2 افسر پلیس توی صحنه جرم که متاسفانه کارهای این 2 افسر باعث شد بسیاری از مردم وقتی پرونده رو میشنیدن به جای تمرکز روی قربانیان به رفتار اونا فکر کنن. این 2 افسر دنیس جافای 28 ساله و جیمی لوئیس 33 ساله بودند که مسئول حفظ صحنه جرم بودند. طبق وظیفهشون باید چند قدم از اجساد فاصله میگرفتن و فقط مطمئن میشدن که کسی مزاحم اون صحنه جرم نشه. اما اونا کاری که انجام میدادن رو نکردن. به جای مراقبت از صحنه جرم برای تفریح همینطور چرخیدن و چند تا عکس از اجساد گرفتن. نه فقط عکسای معمولی، بلکه خودشون جلوی اجساد ایستادن و لبخند زدن و سلفی گرفتن با اون اجساد. بعد از اون عکس‌ها رو به یه گروه واتساپی با بیش از 20 نفر فرستادن که بیشترشون افسر پلیس بودن. هدف از این کارشون هم صرفا نمایش قدرت یا شوخی با صحنه جرم بود. این رفتار کنار 2 زن کاملا سلاخی شده یه کار غیر انسانی و وحشتناک بود و این افسر حتی اونا رو 2 تا پرنده مرده خطاب کرده بود. واژه‌ای که عمق زن ستیزی و بی‌احترامیش رو نشون میده. این اتفاقا واقعا یه تراژدی دردناک بود، نه فقط برای قربانی‌ها، بلکه برای خانواده و کل جامعه. توی بریتانیا بعضی از مردا برای اشاره به زنان از واژه پرنده استفاده میکنن. این یه اصطلاح تحقیرآمیزه و وقتی میگن پرندگان دلقک منظورشون یه گروه از افراده که دارن مسخرهشون میکنن و یا معمولا این روش برای اشاره به زنان اصلا مناسب نیست. گاهی ممکنه حالت شوخی داشته باشه یا محبت آمیز، اما بیشتر مواقع وقتی مردها با هم درباره زنان صحبت میکنن حالت تحقیرآمیز داره. تو این پرونده نیکول و بیبا رو به عنوان انسانهایی که روی زمین افتادن ندیدن، بلکه با بی‌احترامی بهشون پرندگان گفتن. نکته مثبت این که چند تا افسر پلیس از طریق گروه واتساپ از کارهای دنیس جافا و جیمی لوئیس با خبر شدن و بلافاصله هر دوتاشون تعلیق شدن. این 2 نفر به سوء رفتار تو نیروی پلیس متهم شدن. وضعیت برای این 2 افسر حتی بدتر هم شد، چون بعد از تعلیق کارفرماهاشون سوابقشون رو کاملا بررسی کردن تا بفهمن چه کارهای غیرقانونی دیگه انجام دادن. مشخص شد رفتارهای قبلیشون هم مشکل ساز و شرورانه بوده. خیلی نجات پرست بود، مخصوصا نسبت به آسیایی‌ها. همچنین گفته بود که 3 مرد سفیدپوست رو بعد از یه چت ضبط نشده آزاد کرده. اون تو پرونده ها به قربانیان اهمیتی نمیداد و تو هیچ پرونده‌ای که زیر نظرش بود توجه لازم به قربانی نمیشد. خوشبختانه بعد از این رفتارها تعلیق شد و جیمی لوئیس و دنیس جافا هر دو به مدت 2 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. اما عملاً فقط نیمی از این مدت رو گذروندن. بازم خوشبختانه دیگه نمیتونن تو نیروی پلیس کار کنن. خوندن گزارش‌های کالبدچکافی بیبا و نیکول هم واقعا تکان دهنده بود. همه معتقدن که بیبا اول کشته شده، مثل نظر آسیبشناس و کارآگاهان. اون 8 ضربه چاقو خورده بود و هیچ زخمی برای دفاع از خودش نداشت.
به نظر میرسه قتلش خیلی سریع بوده و فرصت مبارزه نداشته. اما نیکول از طرف قاتل 40 ضربه چاقو و بریدگی‌های مختلف برداشته بود که تقریباً 28 ضربه چاقو بود و بقیه که 12 ضربه بوده دفاع از خودش بوده. به نظر میاد اول به بیبا حمله شده بوده و نیکول سعی کرده اون را از خواهرش جدا کنه. وقتی قاتل به نیکول حمله کرده اون واقعا برای نجات جونش مبارزه کرده و جراحات زیادی برداشته بود. و اینکه قتل‌ها بین ساعت 1:13 تا 1:29 بامداد اتفاق افتاده بود. کالبوچکافی نشون داد که عکسای دخترها به شکلی کشیده شده بودن که خراش‌ها و علائم روی پشتشون واضح بود. چون اون شب که دخترها توی محل پیکنیک بودن جوری جابجا شده بودن که انگار با پا کشیده شده بودن و به جنگل منتقل شده بودن. قاتل اونا رو طوری صحنه سازی کرده بود که انگار در آغوش همدیگه قرار داشتن و تلاش کرده شواهد قتل رو پاک کنه. تمام وسایل پیکنیک مثل پتوی پیکنیک، کیف‌ها، عینک آفتابی، کارت‌های بانکی و حتی خارایی که روی زمین بوده بعد از جستجو پیدا شده بوده. اینا برای تحقیقات خیلی مفید بودن. چون مشخص شد بعد از ارتکاب قتل کسی تلاش کرده به تلفن بیبا دسترسی پیدا کنه و پلیس فکر میکنه میدونه چرا. اگه یادتون باشه که خواهرها با چراغ‌های تزئینی بازی میکردن و دوست داشتن عکسای هنری بگیرن. اونا یه رشته نوری داشتن که یه جور نگرش داشته بودن که هر چند ثانیه یه بار یه عکسی بگیره. توی همین چند ثانیه هایی که عکس میگرفته توی یکی از این عکس ها احتمال زیاد عکس قاتل هم بوده. اگه یه عکس دیگه هم گرفته میشد ممکن بود لحظه قتل رو هم ثبت کنه. عکس ها ساعت 1:13 بامداد گرفته شدن. این بازه زمانی خیلی خاصیه که قتل در اون اتفاق افتاده. بعداً وقتی تلاش شد قفل گوشی باز بشه ولی موفق نشده بود. پلیس معتقده که بین آخرین عکس و تلاش ناموفق حدود 10 دقیقه گذشته بوده. آخرین عکس خواهرها رو نشون میده که سرشون رو بالا گرفتن و به یه جهتی نگاه میکنن. این عکس باعث شد تیم کارگاهان خیلی روی اون کار کنن و حتی با هوش مصنوعی کمی وضوحش رو بهتر کنن. به نظر میرسه که درست همون لحظه قاتل از جنگل بیرون اومده بود و خودش رو معرفی کرده بوده. شاید آخرین تماس تلفن باعث شد که قاتل بعد از قتل بخواد قفل گوشی رو باز کنه تا شواهد رو پاک کنه. یکی از چیزایی که پلیس هنگام جستجوی پارک پیدا کرده بود یک کوسن خونالود بود. همون کوسنی که برای پیکنیک آورده بودن. تو عکس هم دیده میشد. از دیدن این کوسن خیلی ناراحت شدم. نشون میده که حمله چقدر شدید بوده و خون زیادی ریخته شده بوده. این وسط 3 نمونه خون مختلف پیدا شد. 2 تاش که مشخص بود مال نیکول و بیبا بود. یکی دیگهش مال یک فرد ناشناس بود و پلیس میخواست بفهمه که متعلق به کیه. این یک کشف طلایی بود چون میتونه قاتل رو سریع شناسایی کنه. تو بریتانیا یه قانونی هست که به پلیس اجازه میده که دی ان ای هر کسی که دستگیر میشه حتی که متهم هم نباشه گرفته بشه. و خب این کمک میکنه که تحقیقات سریعتر و دقیقتر انجام بشه و هر کسی که مظنونه به راحتی بررسی میشه. حالا این موضوع یه نکته جالب داره. توی این پایگاه اگه دی ان ای ناشناسی از یه صحنه جرم داشته باشن سریع بررسی میکنن ببینن با نمونه‌های قبلیشون مطابقت داره یا نه. و خب این سیستم اولا باعث میشه که یک مجرم فقط یه بار دستگیر بشه. بعدش هر بار رد دی ان ای ازش باقی میمونه سریع اونو شناسایی میکنن. همین کار کمک میکنه مجرمان تکراری خیلی زود گیر بیفتن. اما نکته جالبترش اینه که سیستم فقط به دنبال تطابق 100% نیست. حتی اگه دی ان ای خیلی شبیه باشه ولی دقیقاً یکی هم نباشه بازم نشون میده. دلیلش هم اینه که خب شاید مجرم هیچ وقت دستگیر نشده باشه. اما از یکی از نزدیکانشون قبلا توی سیستم ثبت شده باشه. و دقیقاً همین اتفاق افتاد. پلیس وقتی نمونه خون رو بررسی کرد دید که یه تطابق نسبی وجود داره. این نمونه خیلی شبیه دی ان ای یه مرد مسنی بود به نام آقای حسین. راستش به نظر نمیاد آقای حسین موقع گرفتن دی ان ای به جرم خاصی متهم بوده باشه. احتمالاً پلیس صرفاً برای احتیاط نمونه گرفته و توی پایگاه داداشون ثبت کرده. بعد از اونم هیچ وقت چیزی علیه اون پیدا نشده بود. اما وقتی نمونه خون جدید وارد پایگاه شد سیستم نشون داد که شباهت خیلی زیادی به دی ان ای آقای حسین داره.
خب معلوم بود که خود اون نیست، ولی احتمالاً باید یکی از بستگان نزدیکش باشه. از همین لحظه تک تک اعضای خانواده حسین به جز آقای حسین برای پلیس مظنون بالقوه بودن. البته پلیس این موضوع رو به خانواده دوتا قربانی نگفت و شروع کرد به جمع‌آوری فیلم‌های دوربین‌های مداربسته خیابون محل زندگی آقای حسین. چند تا از همسایه‌ها دوربین امنیتی داشتن و شب قتل تصاویر ضبط شده یه چیز خیلی جالبی رو نشون داد. یه پسر جوان دیده شد که نیمه شب به سمت خونه‌شون داشته می‌دویده. با ماشین رسیده بوده ولی بدون شلوار. فقط یه ژاکت دور کمرش پیچیده بود و داشت می‌دوید. این صحنه خیلی عجیب بود و در این حال خیلی هم مشکوک بود، چون میشد حدس زد که خب شاید شلوارش خونی شده باشه و مجبور شده اون رو یه جایی بندازه. توی فیلم پسر جوان خیلی کم سن و سال به نظر می رسید، خیلی جوان‌تر از آقای حسین. پلیس خیلی زود فهمید که اون آقای حسین یه پسر نوجوان داره و همین شد که مظنون اصلی پرونده مشخص شد. دنیل حسین 18 ساله. دنیل در واقع قبل از این ماجرا هم برای پلیس شناخته شده بود. اون قبلا وارد یه برنامه دولتی به اسم پریونت شده بود که خب این برنامه توی بریتانیا برای پیشگیری از افراطگرایی و کارهای تروریستی طراحی شده و افراد پرخطر رو تحت نظر میگیره. یه تیم کامل شامل پلیس، مشاور و مددکار اجتماعی سعی میکنن قبل از اینکه کسی دست به کار خطرناک بزنه جلوشو بگیرن. دنیل چند سال قبل توسط مدرسه‌اش به این برنامه معرفی شده بود، چون مسئولین مدرسه متوجه شده بودن که اون روی لپتاپ‌های عمومی دنبال یه چیزای عجیب غریب و نگران کننده میگرده. منابع خبری مختلف روایت‌های متفاوتی از رفتارهای آنلاین دنیل ارائه داده بودن. بعضیا میگفتن که اون به تصاویر اجساد خیلی علاقه داشته. بعضی دیگه هم میگفتن به مطالب افراطی راستگرا علاقه نشون میداده. در هر صورت مشخص بود که اون سراغ محتوای بسیار خطرناک و نگران کننده میرفته و خب مدرسه هم متوجه این موضوع شده بود و دنیل رو به برنامه پریونت معرفی کرده بود. این برنامه مخصوص افرادی که احتمال میره به سمت افراطگرایی و کارهای خطرناک کشیده بشن، همونجوری که گفته بودیم. و دنیل حدود 8 ماه تحت نظر این برنامه بود. احتمالاً جلسات مشاوره و گفتگو براش گذاشته بودن تا شرایط روحی و فکریش رو بررسی کنن و بعد از اون مسئولین برنامه تصمیم گرفتن که دیگه خطری برای جامعه نداره و همین خاطر فقط 2 جلسه پیگیری براش در نظر گرفتن که خب یکی 6 ماه بعد بود و یکی هم 1 سال بعدش. تو هر 2 جلسه نتیجه این بود که دنیل مشکلی نداره و حتی گفته بودن که روند مثبتی هم داشته و در نهایت پروندهش بسته شد و همه مطمئن بودن که اوضاع تحت کنترل قرار گرفته. اما چند سال بعد همه چیز تغییر کرد. درست در نزدیکی خونه پدرش در شمال غربی لندن یه قتل دوگانه اتفاق افتاد. خونه پدر دنیل در شمال غربی لندن و فقط چند دقیقه تا اون پارک فاصله داشت، جایی که صحنه جنایت رقم خورده بود. دنیل بیشتر وقتش رو با مادرش در جنوب شرقی لندن میگذروند، اما در روزهای منتهی به قتل‌ها پیش پدرش بود و جالبه که بعدها خود پدرش به پلیس گفته مدتی که نسبت به رفتار پسرش نگران شده بوده. دنیل حسین همیشه از این وحشت داشت که یه روز پلیس سراغ خونه‌شون بیاد و درباره جرم بزرگی که مرتکب شده صحبت کنه و بالاخره خب اون روز رسید. دنیل از بچگی رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه زیادی داشته. بیشتر این خشم رو هم سر خانواده‌اش خالی می‌کرده، چون ارتباطات بیرونی زیادی هم نداشته. نه دوست صمیمی داشت، نه شریک زندگی داشت و نه حتی جمعی که بهش نزدیک باشه. و واسه همین خانواده‌اش هم بهترین و هم بدترین حالتش رو تجربه کرده بودن. دنیل حسین متولد 10 می 2002 بود. اون بزرگترین بچه خانواده محسوب میشد و 3 خواهر و برادر کوچکتر از خودش هم داشت. اما هیچ وقت باهاشون رابطه خوبی نداشت. مدام باهاشون دعوا میکرد و سرشون داد میزد. البته این درگیری‌ها چیزی فراتر از دعوای معمول خواهر و برادری بود. چند بارم کار به جایی رسید که خانواده مجبور شدن پلیس یا حتی آمبولانس خبر کنن. مشخصه که این سطح از خشونت بین خواهر و برادرها عادی نبوده. خونه مادرشون، جایی که همه بچه‌ها اونجا زندگی میکردن،
در محله به نام خانه پر سر و صدا معروف بوده. اما بعدها معلوم شد که بیشتر این سر و صداها نتیجه رفتارهای خود همین دنیل بوده. تو مدرسه هم وضع چندان بهتر نبود. همکلاسیاش علاقه بهش نداشتن و اونجا هم هیچ دوست نزدیکی نداشت یا رابطه اجتماعی محکمی که برای خودش ساخته باشه نداشت. دنیل توی مدرسه به عنوان یه آدم گوشه‌گیر شناخته میشد. خیلی از همکلاسیاش هم حتی میگفتن که چندشاوره و رفتارهای ناخوشایندی داره. راستش وقتی توی تحقیقاتم به این قسمت رسیدم یه کمی ناراحتم شدم البته، ولی خب این قسمت رو توضیح بدم که دنیل وقتی 15 ساله بوده تشخیص آسپرگر گرفت که البته امروز دیگه این اصطلاح استفاده نمیشه. اون موقع بهش اوتیسم با عملکرد بالا میگفتن، ولی الان بیشتر با عبارت اختلال طیف اوتیسم شناخته میشه. توی تقسیم بندی جدید به جای اینکه بگن فرد با عملکرد بالا یا با عملکرد پایین، میگن که نیاز حمایتی کمی داره یا نیاز حمایتی بیشتری داره. و خب دنیل جزو کسایی بود که نیاز حمایتی کمی داشت. اوتیسم بیشتر روی مسائل اجتماعی دنیل اثر گذاشته بود. اون توی روابط اجتماعی به راحتی گیر میکرد و گاهی اصلا نمیدونست چطور باید رفتار کنه. و خب علاوه بر این روی خیلی چیزا وسواس پیدا میکرد که این هم یکی از ویژگی‌های اوتیسمه. از همه مهمتر اوتیسم روی اعتماد به نفسش تاثیر بدی گذاشته بود. این چیزی بود که من از دل تحقیقات متوجه شدم و به نظرم نقش مهمی توی شکل‌گیری شخصیتش داشت. یکی از بزرگترین مشکل‌های دنیل ناتوانیش توی ارتباط گرفتن با دخترها بود. این موضوع حسابی اذیتش میکرد و باعث شده بود حس ناامنی خیلی شدیدی داشته باشه. همون موقع بود که وقتی خوندم بچهای مدرسه بهش میگفتن چندشاور یا حتی ناخوشایند، واقعا دلم گرفت. بعدتر که فهمیدم اوتیسم داشته و توی موقعیت‌های اجتماعی مشکل داشته بیشتر ناراحت شدم. اگه فقط بهش به چشم یه بچه نگاه کنین، نه مظنون یه پرونده جنایی، میبینین اون فقط یه نوجوان بود که خیلی تلاش میکرد اجتماعی باشه، ولی خب نمیتونست درست رفتار کنه و همین باعث میشد همکلاسیاش اونو طرد کنن و بهش برچسب چندشاور بزنن. بچه‌ها همیشه بیرحمن. خیلی وقتا نمیفهمن دلیل رفتار یه نفر چیه. دنیل وقتی توی موقعیت سختی گیر میکرد معمولا از جمع فاصله میگرفت و خودشو کنار میکشید. این روش خودش برای کنار آمدن بود، اما برای بقیه به نظر بی‌ادبانه یا حتی عجیب به نظر میرسید. دنیل برای پیدا کردن دوست و حتی نگه داشتن رابطه خیلی مشکل داشت. از همه بیشتر نمیتونست با دخترها حرف بزنه، با اینکه دلش شدیداً یه رابطه میخواست و دوست داشت دوست دختر داشته باشه. هیچ وقت جرأت نزدیک شدن به دخترها رو نداشت. تلاش میکرد ولی خب نمیتونست. همیشه به بقیه زوجها نگاه میکرد و حسرت میخورد. ولی خودش هیچ وقت نتونست تجربهش کنه. به نظر میرسه دنیل همیشه این حس رو داشت که هیچ کنترلی روی زندگیش نداره. هر چیزی که دلش میخواست براش دست نیافتنی بود. نمیتونست برای رسیدن به اهدافش تلاش کنه و همین باعث میشد مدام ناامید و عصبی بشه. خودشو عقب‌تر از بقیه میدید، انگار همه داشتن زندگیشون رو حالت آسون بازی میکردن، ولی اون مجبور بود همون بازی رو توی سخت‌ترین حالت ادامه بده. اواخر دبیرستان بیشتر وقتش رو توی اتاقش پشت کامپیوتر میگذروند. نه دوستی داشت، نه سرگرمی خاصی. خب این خودش میتونه خیلی ناسالم باشه. اما مشکل اصلی فقط تنهایی یا وقت گذراندن جلوی صفحه نبود. مشکل بزرگتر نوع محتوایی بود که دنیل بهش دسترسی داشت. اون غرق شده بود توی دنیای تاریکی از یه سری گروه‌های افراطی و نجات پرستی تا شیطان پرستی. مدام توی دیپ وب میچرخید و به چیزای عجیب و چندشاور نگاه میکرد. حتی یه بارم سعی کرد همین چیزا رو روی کامپیوتر مدرسه هم باز کنه که خب باعث شد دستش رو بشه. مدرسه سریع متوجه شد و اون رو به برنامه پریونت معرفی کرد. همون برنامه‌ای که توی بریتانیا برای پیشگیری از افراطگرایی و تروریسم طراحی شده. هدف این برنامه اینه که افراد در معرض خطر رو قبل از اینکه دست به کار وحشتناک بزنن متوقف کنه و به مسیر سالم برگردونه. اون موقع همه فکر میکردن که این روش روی دنیل جواب داده و تونستن کمکش کنن. اما همونطور که به زودی خواهیم دید اصلا اینطوری نبوده.
بعدا مشخص شد که حتی وقتی دنیل توی برنامه پریونت هم بود، هنوز هم دسترسی کامل به همه اون محتوای تاریک آنلاین رو داشته. همه تبلیغات افراطی و مطالب تروریستی رو میدیده. برنامه پیشگیری واقعا نتونست جلوی این دسترسی رو بگیره. اما به نظر میرسید دنیل توی مخفی کردنش بهتر شده بود. او فکر میکرد که همه چیز تحت کنترله و همه چیز داره خوب پیش میره. دنیل دبیرستان رو در سال 2018 تموم کرد و برای کلاس ششم ثبت نام شد. اما تقریبا هیچ وقت واقعا به کلاس نرفت. حضورش خیلی کم و ضعیف بود. درست قبل از اینکه این قتل اتفاق بیفته. در واقع پدرش یه بار به یه همسایه گفته بود که نگران این که پسرش با گروه اشتباهی در ارتباطه. خب واضح بود منظورش این بود که پسرش با افراد بدی در تماسه. ولی دقیقاً چه جور افرادی من نمیدونم. آیا منظورش مواد مخدر بوده، جرم یا خشونت بوده یا چیز دیگه ای بوده؟ نوجوانهایی که به سمت افراطگرایی گرایش دارن معمولاً از طریق اینترنت و فضای آنلاین تحت تاثیر قرار میگیرن. یه نکته که منو واقعا شگفت زده کرد این که خانواده دنیل چقدر از اون چیزایی که اون آنلاین میدید خبر داشتن. بعضی خانواده ها کنترل دقیق روی کامپیوتر و تاریخچه جستجوی فرزنداشون دارن. اما خانواده دنیل واقعا اهمیتی نمیدادن. بهش این امکان رو دادن که به اینترنت آزادانه و نامحدود دسترسی داشته باشه. و خب این یعنی یه نوجوان 15 تا 18 ساله با همه هیجانات و عصبانیت‌های طبیعی به دنیای تاریک و خطرناکی دسترسی داره. به هر حال وقتی دنیا وارد اون دوره همهگیری کرونا شد، دنیل واقعا غرق در اون سوراخ‌های عجیب و غریب اینترنت شده بود و یکی از اونها شیطان شناسی بود. راستش برای آماده کردن این ویدیو مجبور شدم خودمم اون منابع رو بررسی کنم که واقعا تشکر میکنم از آقای دنیل و هیچ وقت نمیتونم این اطلاعات رو از ذهنم پاک کنم. تو اون زمان دنیل تا حدی طرفدار اینفلوئنسر خاص رسانه‌های اجتماعی شده بود. کسی که عمدتاً درباره شیطان شناسی صحبت میکرد. اما نه فقط یه اینفلوئنسر ساده. یه آدم با افکار تاریک، نازی، فاشیست و حتی افراطی بود. اون یه کانال یوتیوب داشت که مخصوص بحث درباره آیین‌های شیطانی و جادوی سیاه بود. اسم واقعی اون متیو لارنس بود. ولی برای راحتی لقب خودش رو که کوتینگ بود از این بعد استفاده میکنیم. اون ویدیو مطالب مربوط به یک گروه شیطان پرستی رو به نام فرقه 9 فرشته تشکیل داده بود که این گروه سابقه طولانی و وحشتناکی در تشویق و انجام اعمال زشت داره. از جمله خشونت، قربانی کردن انسان و حتی تروریسم. این فرقه باور داره که برای به دست آوردن چیزهایی از شیطان باید قربانی انسانی تقدیم کنیم و بعد درخواستاشون اجابت میشه. واقعا عجیب و وحشتناکه. این یه کانال واقعی یوتیوب بود. درست مثل کانالی که من الان توش هستم و دارین نگاش میکنین. یکی اونجا میرفت و میگفت بچه‌ها امروز میخوایم کسی رو بکشیم و از شیاطین چیزهایی بخوایم. حقیقت اینه که همه پروفایل ها و محتوای رسانه‌های اجتماعی اون مرد حذف شده و دیگه اثری ازش نیست. اما اون ویدیوها توی زندگی دنیل و مخصوصا وضعیت روانی اون خیلی تاثیر وحشتناکی داشته. نقش خیلی مهمی داشته. وقتی دوران همهگیری کرونا شروع شد، وضعیت روانی دنیل واقعا بدتر شد. دنیل تمام روز این ویدیو رو تماشا می‌کرده و عملاً اون مرد رو میپرستیده. اون مرد خودش رو انقدر بزرگ و مطلق میدید که یه دوره آموزشی داشت به اسم یه چیزی شبیه چطور به خدا تبدیل شویم. بله درست شنیدین، تبدیل شدن به یک خدای زنده. اون واقعا فکر میکرد که قدرت مطلقه و به پیروانش میگفت که شما هم میتونید قدرت مطلق باشید. میتونید هر چیزی که میخواین از شیاطین بخواین. اون میگفت با شیطان یک PCT بسازین و با خون خودتون امضاش کنین. بعد میتونین هر چیزی که میخواین داشته باشین. PCT به نوعی معاهده یا پیمان بستن با شیاطین میشه. و البته همین الان هم که فکر میکنم یه جرقه توی ذهنم زده که آیا ممکنه دنیل کار وحشتناکی مثل قربانی کردن انسان انجام داده باشه برای جلب توجه یا نشون دادن به کانال یوتیوبش؟ راستش منم نمیدونم.
این فقط حدس منه، اما کوتینگ همون کسی که یوتیوب داشت واقعا اینطور به نظر می رسید که هر چیزی ممکنه اگه شیاطین رو راضی کنید. و دنیل هم به اون ایمان داشت و آموزشاش رو دنبال میکرد. اون به پیروانش یاد میداد که چیزی به شیاطین بدن و چیزی که میخوان رو بگیرن. دنیل این ویدیوها رو تو دوران قرنطینه دید و در سال 2023 در وضعیت روحی خیلی تاریکی بود. اون آسیب پذیر بود و از قبل هم تو زندگی اجتماعی مشکل داشت. احساس میکرد با دیگران جور نمیشه. دخترها اون رو اصلا نمیبینن، نمیخوانش و فکر میکرد هیچ کنترل روی زندگی خودش نداره و رسیدن به خواسته هاش غیر ممکنه. مثل این بود که مربیش کوتینگ به اون میگفت که اگه میخوای هر چیزی که میخوای داشته باشی رو فقط کافیه کسی رو بکشی تا یک موجود شیطانی رو راضی کنی. دنیل باور کرد که با این کار همه مشکلاتش حل میشه. اون شدیداً دنبال راهی بود تا جایی توی جامعه خودش پیدا کنه. چون تو مدرسه که جایی نداشت و در نهایت این جامعه رو تو انجمنهای کوتینگ پیدا کرد. دنیل همیشه تو این انجمنها صحبت میکرد و میگفت که یه خوناشام روانیه. اما فعلا توی تحقیقات اجازه بدین کمی به عقب برگردیم. تا الان پلیس چیز زیادی درباره این پسر نوجوان نمیدونه. تنها چیزی که ازش دارن فیلم دوربین مداربسته‌ایه که نشون میده اون بدون شلوار به سمت خونه داره میدوه. پلیس چند تا تیکه فیلم دوربین مداربسته از خیابون رو جمع کرد تا حرکاتش رو از روز قتل ثبت کنه و متوجه شدن که اون واقعا همون ساعت 7 بعد از ظهر از خونه بیرون رفته بود. نیکول بعد از ساعت 1 بامداد کشته شد. پس جای تعجبه که اون بین این ساعت چیکار میکرده؟ شاید تو پارک پرسه میزده و قربانی احتمالی رو دنبال میکرده، یا شاید فقط مدت طولانی در حال حرکت بوده. نمیدونیم. دوربین‌های اطراف خونه چیز خیلی خاصی رو نشون نداد. احتمالاً پلیس اون رو فقط در رفت و آمد دیده. اما پلیس حرکات اون رو در روزهای قبل از قتل هم ردیابی کرده بود. در 3 ژوئن 2 روز قبل از قتل دنیل حسین به یه سوپرمارکت محلی رفت تا یه وسایل ضروری بخره. اون چند تا نوشیدنی، آدامس، شمع، لیمو و یه دسته چاقوی آشپزخونه خرید. پلیس این موضوع رو بررسی میکنه و درست هم فکر میکنه. این مدرک نشون میده که اون 2 روز قبل از قتل سلاح قتل رو خریده بود. این آخرین مدرک بود و کافی هم بود. شواهد کافی وجود داشت که پلیس بتونه دنیل حسین رو به ظن قتل دوگانه دستگیر کنه. بنابراین در ساعات اولیه صبح 2012 پلیس به خونه مادر دنیل رفت تا اون رو به جرم قتل نیکول و بیبا دستگیر کنه. وقتی دنیل رو به کلانتری بردن، مامورا متوجه شدن که جراحات بدی هم روی دستش داره. انگشتاش بخیه خورده بود و شرایط دستش کاملا وخیم بود. از قبل هم میدونستیم که نیکول با مهاجم خودش مبارزه کرده بود. بنابراین این جراحات دنیل کاملا با شواهد صحنه جرم مطابقت داشت. مأمور پشت میز از اون میپرسه که این جراحات روی دستش چطوری به وجود اومده و دنیل وانمود میکنه که چیزی نشنیده. انگار فقط اطراف رو نگاه میکرده. مأمور دوباره سوال میکنه و دنیل برای چند لحظه سکوت میکنه. مردده و نمیدونه چطور جوابشو بده. در نهایت میگه صبر کن ببینم. این یه مصاحبه است. مأمور پاسخ میده که نه، فقط یه سواله. میخوام بدونم چجوری درست شده این زخمت. دنیل به دستش نگاه میکنه و برای چند ثانیه اونجا گیر میکنه. فقط به زخما خیره شده بوده. یه سکوت طولانی و سنگین توی اتاق حکم‌فرما میشه و احتمالاً همه فکر میکردن که اون قاتله. دنیل هم احتمالاً به چیزای عجیب و نامربوط فکر میکرده. بالاخره بعد از 13 ثانیه سکوت پاسخ داد که اوه، داشتن ازم دزدی میکردن. تو همین لحظه مأمور پلیس حرفش رو قطع میکنه و انگار اصلا نمیخواسته این جواب رو بشنوه. معلوم بود که واسش مهم نبود داستان جلی از دنیل بشنوه و فقط 13 ثانیه طول کشید تا دنیل به این نتیجه برسه که او ازم دزدی شده. پلیس هر چیزی که لازم بود بدونه رو فهمیده بود و تصمیم گرفت که دیگه ادامه نده. بعد از این ماموران به پرسیدن سوالات معمولی ادامه دادن. مثلا اینکه حالت چطوره دنیل؟ دنیل دوباره مردد شد و اول گفت که حس سرما میکنم. بعدم اضافه کرد که شوکه شدم.
راستش رو بخواین دنیل واقعا گیج و ترسیده بود. اما پلیس تقریبا مطمئن بود که طرف مقابلشون رو پیدا کردن. شواهد بیشتری هم از طریق گزارش‌ها و خریدهای مشکوکی که 2 روز قبل از قتل داشته به دست آورده بودن و حسابهای بانکی دنیل همون روزی که اون برای خرید چاقو به فروشگاه رفته بود. چیزای دیگه هم که سفارش داده بود مثل کلاه نقابدار و 2 بیل برای کندن که خب روز بعدش تحویلش دادن. روز بعد از این خریدها نیکول و بیبا در یک پارک توسط یک تعقیب کننده مخفی به طرز وحشیانه کشته شدند. وقتی پلیس دنیل حسین رو دستگیر کرد به خونه مادر و پدرش هم رفتن و اطلاعات زیادی از اتاق خوابش پیدا کردن. کلی نماد شیطانی وجود داشت و مهرهایی که روی پوسترها چسبونده شده بود. همگی کلاسیک و آشنا بودن. روی میز دنیل یک کتاب طلسم هم پیدا شد. کتاب روی میز دنیل پر از چیزهای تیره و عجیب بود. چیزایی مثل اینکه چطور روی مردم قدرت پیدا کنیم یا چطور دشمنانمون رو شکست بدیم. اما وحشتناکترین چیزهایی که پلیس در اتاق خواب دنیل پیدا کرد 2 قرارداد دستنویس بودن که خودش نوشته بود و با خونش امضا کرده بود. دنیل از دستورالعمل‌های یوتیوبر مورد علاقه‌اش پیروی کرده بود و 2 قرارداد مختلف با 2 شیطان مختلف ایجاد کرده بود. هر قرارداد برای هدف متفاوتی بود. جالبه که یکی از این نامه‌ها خطاب به ملکه نوشته شده بود. من نمیدونم چرا این کلمه رو انتخاب کرده بود. واقعا توی تحقیقاتم هم چیز خاصی پیدا نکردم. و تو گوگل هم سرچ کردم ببینم ملکه کیه. تنها چیزی که پیدا شد یه شخصیت کارتونی شبیه شخصیت‌های بازی ویدیویی بود. ولی توی اون نامه دنیل ظاهرا ملکه و پادشاه رو به عنوان اسمهای مختلف شیطانها گذاشته بود. به هر حال این نامه که خطاب به ملکه نوشته شده بود در واقع درخواست یک دوست دختر از ملکه بوده. چیزی که سالها آرزوشو داشت. اما هیچ وقت نتونسته بوده که اونو پیدا کنه. چون به نظر میرسید دخترها واقعا نمیخواستن باهاش حرف بزنن. دنیل دنبال یه دوست دختر خاص میگشت و حدسم میزنم فقط یه دختر توی مدرسه بود که بهش علاقه داشته و ازش خواسته بود باور کنه که اون تنها کسی که بهش میخوره. این دختر در بهترین حالت برای دنیل فقط نمادی از چیزی بود که همیشه میخواست و بس. مهم نیست که الان دنیل به خاطر یه قتل دوگانه تحت بازجوییه. این قرارداد اول با ملکه کاملا بی‌ضرر و ساده به نظر میرسه. اما قرارداد دوم کاملا متفاوت بود و وحشتناک. اینه که خطاب به پادشاه یعنی لوسیفر بود و توش دنیل اساسا قول داده بود که خودش رو به یک قاتل زنجیره‌ای تبدیل کنه و مرتبا انسانها رو برای این شیطان قربانی کنه. جالبه که این شیطان لوسیفر به عنوان نخست وزیر جهنم معرفی شده بود. اما اساسا این قرارداد در 2 بخش تنظیم شده بود. بخش اول مثل توافق با خود شاه لوسیفر بود و دنیل در اون هر کاری که شیطان ازش انتظار داشت رو نوشته بود. یعنی قوانین و شرایط قتل‌های زنجیره‌ای خودش رو به صورت کاملا و جزء به جزء نوشته بود. اولین موردش این بود که قول داد تا زمانی که آزاد و از نظر جسمی قادر باشه هر 6 ماه حداقل 6 نفر رو به قتل برسونه. بعد مشخص کرد که فقط زنا رو میخواد قربانی کنه. بعدش قول داد برای شیطان یک معبد میسازه و در نهایت قول داد که هر کاری که قبلا قول داده بودم رو انجام بدم. یعنی یه وعده مضاعف هم داشته. این نیمه اول توافق بود و من قبل از اینکه برم سراغ نیمه دوم میخوام یه مکسی بکنم و چون هضم این موضوع واقعا سخته. اون به یه شیطان قول داده بوده که هر 6 ماه 6 نفر رو به قتل برسونه. باور کردنش سخته که این یه قرارداد واقعی بوده و باور کردنش سخت‌تر میشه که خودش فکر میکرده میتونه از این کارها بدون مجازات بگذره. چون تا جایی که میدونیم فقط بیبا و نیکول قتلایی بودن که انجام داده بوده. ولی وجود این قرارداد نشون میده که اگه به خاطر قتل بیبا و نیکول دستگیر نشده بود میتونست به کشتن ادامه بده. واقعا کی میدونه این پسر چند تا قتل دیگه میتونسته انجام بده. دنیل همه چیز رو با کمک یوتیوبر مورد علاقهش انجام داده بود. واقعا عنصر دیوانه‌واری توی این پرونده بود. حالا برگردیم به توافقنامه. نیمه اول همه چیزایی بود که قرار بود به شیطان بده. یعنی تعهدات خودش. نیمه دوم همه چیزایی بود که در عوض میخواست و همین بخش دلیل اصلی انجام توافقنامه بود.
اولین چیزی که تو لیستش بود برنده شدن در جایزه بزرگ مگا میلیون یا همون بخت آزمایی بود. اما این تنها چیزی نبود که از شیطان میخواست. اون همچنین درخواست پاداشهای دیگه هم داشت. چیزایی مثل ثروت و قدرت. انگار که خودش دقیقا نمیدونست چی میخواد و آخرش گفت فقط من رو غافلگیر کن. یعنی هر کدوم از اینها رو انجام بدی خوبه. کمی ثروت، کمی قدرت، شاید کمی چیزای دیگه. به زبان ساده دنیل میخواست که در ازای فداکاری هایی که در آینده برای شیطان انجام میده پاداش های قابل توجهی هم دریافت کنه. اون واقعا داشت نقشه میکشید که چند تا قتل دیگه هم انجام بده و در این حال امیدوار بود تو قرعه کشی برنده بشه. آخرین درخواست دنیل از شیطان هم این بود که مطمئن بشه پلیس هرگز به هیچ جرمی که انجام میده مظنون نمیشه و از هیچ کاری که کرده مطلع نشه. یعنی اساساً میخواست مطمئن بشه که کسی دستگیرش نمیکنه. و در آخر هم این قرارداد با خون خودش امضا شده بود و اسمش رو با خط خودش نوشته بود و به طور واقعی و جدی تمام تعهداتش رو ثبت کرده بود. برای من این ماجرا خیلی جالبه و واقعا عجیب به نظر میرسه. نمیخوام بگم غیر واقعیه، اما فکر کن یه نفر با خون خودش قرارداد مینویسه، فهمیدن چی توش بوده. خب نه دقیقاً. در واقع فهمیدن این قراردادها سخت بود، چون مشخصاً دنیل توی فضای ذهنی سالمی نبوده. خیلی‌ها نمیتونن بفهمن چرا فکر میکرد معامله با شیطان و وعده کشتن 6 نفر هر 6 ماه باعث برنده شدنش توی قرعه کشی میشه. این منطق واقعا قابل درک نیست. اما حداقل حالا میفهمیم دیدگاه فریبکارانه و عجیب دنیل چی بوده. این قراردادها باعث شدن که رفتارهای عجیبش خیلی بیشتر معنی پیدا کنه. مثلا خرید از فروشگاه. دنیل یه دسته چاقو خرید. چند تا نوشیدنی خرید. آدامس، شم و لیمو هم خریده بود. نوشیدنی آدامس شاید تصادفی باشه، اما شم و لیمو قطعاً یه نقشی داشتن. اون آقای یوتیوبر تو آموزش‌های یوتیوبش همیشه به دنبال کننده‌هاش میگفت که قراردادها رو زیر نور شمع بنویسین. دنیل احتمالاً همین کارو میکرده. برمیگردیم به پرونده. حالا پلیس دنیل حسین رو بازداشت کرده. مشکوک به قتل‌ها و آماده بازجویی. اما وقتی دنیل وارد اتاق مصاحبه شد خیلی گارد گرفته بود و اصلاً همکاری نمیکرد. تمام مدت فقط انکار میکرد. نمیدونست اون زنها کی هستن و فقط سکوت میکرد. حتی وقتی پلیس ازش خواستش که رمز عبور گوشیش رو بده نداد که خب معلومه چرا. با این حال بعد از جمع‌آوری تمام شواهد فیزیکی پلیس تونست یه جدول زمانی تقریبی از شب قتل‌ها درست کنه. دنیل ساعت 7 شب از خونش خارج شد. اون شب حداقل 5 یا 6 ساعت قبل از قتل هیچ ایده‌ای نداریم که چی کار میکرده. اما میدونیم که حدوداً نیمه شب تا ساعت 1 بامداد اون زیر پوشش تاریکی در پارک فرانک کانتری بوده و بیبا و نیکول رو زیر نظر داشته. اون بنده خدا هم که هیچ خبری نداشتن که چه اتفاقی قرار بیفته. خیلی خوشحال و سرحال بودن و داشتن تولد خودشون رو جشن میگرفتن و میرقصیدن و با هم صحبت میکردن. احتمالاً تنها افرادی بودن که اون شب توی پارک مونده بودن. تنها اون 2 نفر و دنیل که قاتل آیندهشون بود. روی اون 2 نفر به عنوان قربانیان منتخب قفل شده بود. دنیل از قبل میدونست که اون شب چه اتفاقی قراره بیفته. اما اونا کاملا بیخبر بودن. گفته میشه که همه چی خیلی سریع اتفاق افتاده. دنیل به سمت زنا میره و یه حمله دیوانه‌وار با چاقو رو شروع میکنه. به نظر میرسه اول به نیکول حمله کرده و نیکول مقاومت کرده و تلاش کرده از خودش و خواهرش محافظت کنه. اما متاسفانه زور دنیل بیشتر بوده و خیلی سریع هر دو رو به قتل میرسونه. بعد از ضربه‌های زیادی که با چاقو به نیکولو بیبا زده بوده، دنیل اجساد رو از روی زمین برمی‌داره و به این منطقه دورتر توی پارک میبره تا اونا رو پنهان کنه. بعد هم اجساد رو در آغوش میگیره. چیزی که هنوز کاملا توضیح داده نشده. بعضیا میگن این شاید یه نشونه کوچیک از نوعی احترام یا شیطنت باشه که من شخصا فکر نمی کنم دنیل حسین آدمی با چنین ویژگی باشه. بعضیا میگن شاید میخواسته یه پایان خوب یا یه چیزی شبیه به اون داشته باشه برای قربانی ها.
اما راستش اینطوری نیست. اونا رو کشته و این واقعیت اصلیه. من هیچ وقت این رفتار احترام‌آمیز آخر قاتلان نسبت به قربانیاشون رو نمیتونم درک کنم. اگه واقعا قصد احترام باشه که از اول که اونا رو نباید بکشه. نمیدونم آیا کسی میتونه بهتر توضیح بده که چرا دنیل ایسا رو اینطوری رها کرده یا نه. اگه ایده‌ای داشتین حتما میتونین کامنت کنین برای من اینو. و من واقعا دوست دارم یه نظریه کوچیک در مورد این صحنه هم بگم. وقتی دنیل این دو زن رو به قتل میرسونه و اجسادشون رو در موقعیتی میذاره که موقع کشف شدن دیده بشه، بعدش اقدام به پاک کردن آثار جرم میکنه. از بین همه وسایلشون دنیل سعی کرد کیف بیوا رو باز کنه اما نتونست و خب در نهایت همه چیز رو مثل پتوها، بالشتها و کیفها رو به دریاچه میندازه. بعد از اینکه صحنه جرم رو ترک میکنه، دنیل شلوارش رو در میاره و احتمالاً چون کل شلوار خونی بوده و نمیخواسته کسی ببینه. و یه نکته عجیب اینه که بدون شلوار به خونه میره، تا خونه میدوه. ژاکتش رو دور کمرش میبنده تا خودش رو بپوشونه و لباساش رو مخفی میکنه. وقتی رسید سعی کرد خودش رو تمیز کنه و خونه رو پاک کنه و بعد به رخت خواب رفت. با این امید که فردا بتونه عادی رفتار کنه و از دست اولین قتل‌هاش قصر در بره. اما دستش که بریده شده بود قابل نادیده گرفتن نبود. مخصوصا که وقتی آدرنالین خونش خوابید و دردش شدید شد. دنیل از پدرش خواست که بهش کمک کنه و اون رو به اورژانس ببره. من نمیدونم دقیقا به پدرش چی گفت اما در نهایت پدرش اون رو به بیمارستان برد. پزشکان که به جراحت مشکوک شدن باید در موردش یه سوالی میپرسیدن چون شبیه خشونت شدید و جنایی بود. دنیل به دو تا پزشک دو تا داستان متفاوت گفت. به یکی گفت توسط یک گروهی از پسرها که بهش حمله کرده بودن مجروح شده و به یکی دیگه یه چیز دیگه گفت. هر دو داستانم شبیه همدیگه بودن اما در این حال اونقدر متفاوت که آدم تعجب میکنه که چرا این کارو کرده. به نظر میرسه پزشکا هم مجبور بودن جزئیات جراحات و داستانها رو در پرونده ها ثبت کنن. اما هیچکس واقعا اشاره نکرد که داستانهایی که دنیل تعریف کرده کامل و ثابت نیستن. تو بیمارستان فقط زخماش بخیه زده شد، درمانش کردن و تو چند روز آینده اون رو به خونه فرستادن. دنیل حسین بی حرکت و ساکن موند. اما واضح بود که انتظار چیزهای بزرگتری رو داشت. اون منتظر جایزه بزرگی مثل مگا میلیون بود. بخشی که معاملش رو انجام داده بود. و شاید فکر میکرد شاه لوسیفر هم بخشی از معامله رو انجام بده. پشت سر هم تا پیشبینی خودش رو برای برنده شدن محقق کنه. اما هیچ کدومشون برنده نشدن. بلیط‌ها هیچ کدومشون درست از آب در نیومد. اون واقعا از این بابت ناامید شد. نقشش جواب نداده بود و حالا یک قاتل بود و همینطور یه آدم شکست خورده. تو روزای بعد دنیل زمان زیادی داشت تا به همه چیز فکر کنه و شاید متوجه اشتباهاتش بشه. برای مثال به سفارش آمازونش فکر کرد. یه کلاه و 2 تا بیل که با کارت خودش خریداری شده بود. اون سعی کرد با بانک تماس بگیره و بگه برخی تراکنش‌ها رو نمیشناسه. فکر میکنه که کارتش کپی شده و شخص دیگری از اون برای خرید این وسایل استفاده کرده. هرچند این ترفند کمی هوشمندانه بود اما کافی نبود. چون در نهایت پلیس فهمید که اون قاتله. عجیبم نبود. شاید هیچکس انتظار نداشت که کسی بگه کارت من دزدیده شده و بعد از اون قاتل شناخته بشه. اما این اتفاق افتاد و دنیل متهم شد. پلیس در نهایت دنیل رو دستگیر و متهم کرد. دنیل حسین 18 ساله حدود 1 ماه پس از قتل‌ها و محاکمش در سال 2021 در دوره‌ای که موج دیگه‌ای از کووید در جریان بود شرایط سختی رو توی زندان داشت. شیوع بیماری زیاد شده بود و به همین دلیل اجازه خروج نداشتن. همه زندانیان در نوعی قرنطینه بودن و اون مجبور بود حکم و محاکمش رو از طریق ویدیو شرکت کنه. و اینکه اگه دلتون بخواد بدونین که اون بیگناه بود یا گناهکار، دنیل گفت که من بیگناهم و تاکید داشت که خون موجود در صحنه جرم مال اون نیست. اون تمام مدت به داستان خودش پایبند بود و تک تک اتهامات رو رد کرد. ادعا کرد که در محل قتل نبوده و اصلا نمیدونسته زنان چه کسانی هستن. اما در همون لحظه در ویدیوی زنده حضور داشت و همه چیز رو انکار میکرد. وقتی از اون پرسیدن وضعیتش چطور بود
و چطور خونه اون توی صحنه جرم بوده، اون فقط پاسخ داد که حالش خوبه. یه چیز بی ربط. حتی داستانش از حمله‌ای که ادعا میکرد به اون شده بودم با واقعیت سازگار نبود. رفتار اون در طول دادگاه هم جالب بود. اون مدام لبخند میزد، پوزخند میزد و به برخی جزئیاتی که درباره دستگیریش مطرح میشد میخندید. با ماسک کووید بازی میکرد، اون رو پرتاب میکرد و دوباره میگرفتش. درست مثل یه دانش آموز شیطون توی کلاس نشسته باشه اونجوری برخورد میکرد. این محاکمه مربوط به قتل دوگانه اون بود و احتمالاً تا آخر عمر در زندان میمونه. رفتار اون نشون میده که به شدت از وضعیت خودش آگاه بود و میدونست شانسی برای رهایی از مجازات قتل نداره. دنیل قرار بود تا آخر عمرش توی زندان بمونه. بنابراین توی اون بره از زمان واقعا چه چیزی برای از دست دادن داشت؟ آیا اهمیت داشت که مردم از اون متنفر باشن و فکر کنن فردی وحشتناک و بی احترامه مثلا؟ احتمالا نه، چون زندگی اون محدود به دیوارهای زندان میشه از این به بعد و این زندگی ابدی اون تا زمان مرگش ادامه داره. اونی که از وحشتناکترین جنایات ممکن رو مرتکب شده بود و هیچ امیدی به آینده نداشت. دنیل مجبور شد ارزیابی‌های روانپزشکی متعددی رو پشت سر بذاره تا مشخص بشه آیا اختلال روانی داره یا نه. و صادقانه بگم مشخص شد که اون از نظر روانی کاملا سالم بود. هیچ بیماری روانی نداشت. تنها چیزی که تایید شد تشخیص اختلال طیف اوتیسم بود. اون واقعا هیچ برگه برنده‌ای نداشت. این پرونده که بسیارم دشوار بود، چون دنیل تمام اتفاقات رو انکار میکرد در حالی که خون اون تو صحنه جرم وجود داشت. رفتار دنیل توی دادگاه هم خیلی عجیب بود. اون مثل دانش آموز شیطون بازیگوش همیشه برخورد میکرد. اصلا براش مهم نبود که قرار چه اتفاقی براش بیفته. انگار که اون بازی خودشو داشت و همه شاهدان و اتفاقات رو نادیده میگرفت. و در نهایت اون به حبس ابد محکوم شد. فکر کردم به امکان آزادی اون واقعا ترسناکه. واقعا امیدوارم کسی مثل اون که حاضر دو غریبه رو به خاطر شانس برنده شدن توی بخت آزمایی به قتل برسونه هرگز آزاد نشه. اگر اون بیمار روانی بود و این کارا ناشی از اختلال ذهنی بود شاید میشد کمی با آزادی اون موافقت کرد. اما نه، از نظر روانی کاملا عاقل بود. اون واقعا فکر میکرد میتونه با شیطان معامله کنه. 12 نفر رو در 1 سال قربانی کنه و بعدش برنده قرعه کشی بشه. پلیس معتقد بود که دنیل میتونست شب قتل بیبا و نیکل افراد بیشتری رو به قتل برسونه. اما نیکل اونقدر مقاومت کرد که دستش زخمی شد و نتونست چاقو رو محکم نگه داره. اون نتونست جون خواهرش و خودش رو نجات بده، اما شاید با شجاعتش از قربانیان دیگری جلوگیری کرد. این تمام چیزی بود که از این پرونده میشد بگم. و خیلی ممنون که این قسمت طولانی و سنگین رو تماشا کردین. حتما نظرتون رو واسم کامنت بذارین و تا هفته دیگه مواظب خودتون باشین.